وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. عصريا على فكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یکی از زیربناهای فکری که نظام سیاسی اسلام داره بحث فراگیر بودن اسلام. نکته دیگهش توجه و ارج گذاشتن به علوم است. مفهوم توجه و ارج گذاشتن به علوم چیست؟ در این باب هم چند نکته نیاز است که دوستا دقت بکنن. ما وقتی میگیم علم، این کلمه و این لفظ بر اساس معیارهای مختلف میتونه معانی مختلف داشته باشه. مثلا از دید مفاهیم دینی، علم غالبا مجموعه از معلومات است که در نتیجه وحی به وسیله انبیاء علیهم السلام بر بشر آورده میشه. اما گاهی وقتا مثلا کسان کلمه علم را به دیگه مفاهیم به کار میبرن. خصوصا اگر دوستا دقت بکنن، ما در زبان انگلیسی مثلا یکی نالج داریم، یکی هم ساینس داریم. نالج یک کلمه عامتر است، مجموعه کلی است، ما شما رو تعبیر به دانش میکنیم. اما ساینس بیشتر به علوم تجربی اطلاق میشه. علوم تجربی چی را میگن؟ علوم تجربی او را میگن که بر اساس فرمول های شناخته شده تجربی ثابت میشه. مثلا H2O یک فرمول است دیگه. هرگاه دو مولکول هیدروژن همراه با یک مولکول اکسیژن یک جشوی چی رو تشکیل میده؟ آب. این تجربه است. در هر جای دنیا برین یک کافر هم این تجربه را بکنه، همین نتیجه به دستش میاد یک مسلمان. دقت کردین اینا مفاهیم تجربی است. اسلام به عنوان یک دین به علم، به مفاهیم عام و کلیش به همه توجه داره. البته یک نکته دیگه هم نیاز است. یکی ما شما علوم وحیانی داریم، یکی علوم تجربی، یکی هم علوم میشه برش تا حدودی تعبیر کرد علوم عقلانی. علوم عقلانی چی را میگن؟ یک سلسله از قواعد پذیرفته شده عقل بشری است که کسی او رو معمولا نمیتونه چی بکنه؟ انکار بکنه. البته باز این شاخه‌های مختلف داره و در جزئیات از این باز در بین علما اختلافات زیاد مانده. مثلا یک قاعده عقلی است که جز بزرگتر از کل است. یک قاعده عقلی است، جز بزرگتر از چیست؟ کل. مثلا اینی قسمت کتاب جز از این کتاب است. لازما اینمی قسمت از کتاب که جز از این کتاب است از خود کتاب که باید چی باشه؟ کمتر باشه. امکان نداره که جز پس از کل کتاب کدی شه زیادتر شه. در هیچ حالتی ممکن نیست. به این خاطر اگر یعنی عمومی ما دقت بکنیم، یکی علوم وحیانی داریم که بر اساس چی به اصطلاح پایه‌ریزی شده؟ بر اساس وحی که توسط ملائکه بر پیامبر میاد و پیامبر بر ما او را توضیح میده. یکی علوم عقلانی داریم، مراد از علوم او مفاهیم است که بر اساس قواعد پذیرفته شده عقلی به اصطلاح وضع شده. البته اینا باز در موارد فروعات اختلاف زیاده در بین علما در بابشان هست. و یکی هم علوم تجربی داریم. مراد از علوم تجربی یعنی او دانش بشری است که در نتیجه تجربه انسان ها ایجاد شده. اسلام به همه این علوم توجه میکنه. به همه این علوم چی میکنه؟ توجه میکنه. خودش به عنوان یک دین منبعش کجاست؟ منبعش وحی است. خب بر او قواعد عقلانی را هم قبول میکنه که علوم عقلی معرفی میکنه، در صورتی که در تضاد با مفاهیم وحیانی نباشه.
یک گپ دوم، اسلام به علوم تجربی هم توجه میکنه و از اونها هم در زمینه های کاربردیش استفاده میکنه، در صورتی که در تعارض با نصوص شرعی قرار نداشته باشد. بعضی از مردم نگاهشان به علوم عقلی یا علوم تجربی یک نگاه بسیار حداقلی است که خوب نیست. نه مثلا امی که نام فلسفه رو شنید میزمی دور میگه گم کی کفریات است سکوش. خب درست است که در فلسفه کفریاتی وجود داره، اما گپای خوب هم از دیگه تو نیست که همیزمی سر تا آخر کفر باشه دیگه. دقت کردین؟ یا مثلا منطق، خوب درست است که در منطق در همه برهم‌های زیاد است، خصوصا زمانی که متکلمین آمدن عقیده اسلامی را بر اساس منطق معرفی کردن خیلی خرابی‌ها کردن، اما معنای گپی نیست که دیگه منطق از اول تا آخر دیگه چیز چتیات از کمش کوسکوش به درد نمیخوره. دقت کردین؟ یا مثلا سایر علوم تجربی مثلا ریاضی، نفهم، فیزیک و کیمیا و بیولوژی شما خوب بلدید اینا رو، نه این خوششان نمیاد، فکر میکنین این چیزای خوبی نیست، در حالی که خصوصا علوم تجربی چیزای خوبی زیاده داره و از نیازهای زندگی بشر هست. پس چند گپ در اینجا به عنوان قواعد کلی مد نظر داشته باشین. یک، اسلام با هیچ چیزی به صورت کلی بدون از اینکه به اسلام منافع از اونها را و مضرات از اونها بسنجه دشمنی نمیکنه. دقت کردین؟ بعضی ها اینطور استدلال میکنن، میگن اینی کار نتیجه خراب داشته. بله، با آنچه که نتیجه خراب داشته باشه ما با اون موافقت نمیکنیم، اما نکات مثبت کلی از او را ما میگیریم و میتونیم این مفهوم را از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بفهمیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الحکمت ضالة المؤمن. حکمت اینجا به مفهوم عامش به کار رفته، یعنی دانش گم شده مؤمن است. فاین وجدها فهو احق بها. در هر جایی را پیدا بکنه به او چیز سزاوارتر است که او را بگیره و از او استفاده بکنه. البته باز بعضی از احادیث دیگر مردم در این باب جور کردن که نصوص صحیح نیست، بعضی هاش جعلی، بعضی هاش مثلا اطلب العلم ولو بالسین، این حدیث جعلی است. یا در قسمت او حدیث پیامبر صلی الله علیه و کلمه و مسلمتون اضافه میکنن، طلب المسلم فریضه علی کل مسلم برای مرد و زن اطلاق میشه، اما اونا چون فکر میکنن که تنها مرد است به یک مسلمان هم اضافه کنین که میره چی کنیم جبران کنیم، در حالی که نه، کلمه مسلم وقتی عام آمد شامل چی میشه؟ شامل مرد و زن میشه. و اون روایت دیگه هم که میگه است از گهواره تا گور دانش بجوین، این هم از لحاظ سند مشکل داره، اما مفهومش صحیح است. اسلام بله با کسب دانش با همه رشته‌هایی که علم داره موافق است و از او میخواید چی بکنه؟ استفاده بکنه. حالا هدف اصلی گپ ما چیست؟ این قضیه چی ربط به نظام سیاسی داره؟ زمامداران مسلمان و حکومت اسلامی در جامعه اسلامی زمینه بر کسب همه دانش‌های مفید را که زندگی و حیات انسان‌ها به او وابسته هست و به او نیازمند است را لازم می‌دانند و از مکلفیت‌های نظام سیاسی اسلام امیست که بر مردم زمینه کسب دانش شرعی و دانش غیر شرعی که حیات بشر به او بستگی داره را باید چی بکنه؟ مساعد بکنه. یک، تشویق بکنه. دو، و به خاطر رشد از او باید تلاش به خرج بده. متوجه شدین؟ یا اگر بیخی واضح تر برای شما گپ بزنم، یک دولت اسلامی برای مردم مدرسه دینی هم جور بکنه، خب مکتبی که علوم اصلی را هم ضرورت داره را باید جور بکنه. اردوش مکلفیتش است. متوجه شدین؟ و بین از اینها یک توازن معقول باید ایجاد بکنه و حتی من تصور میکنم که اینا را به گونه‌ای باید ترتیب شود که اینا مجزای از همدیگه شناخته نشن. با آل یک رقم امیت یک ذهنیت آمده و حتی این ذهنیت باعث یک سلسله نزاع‌های کلان در جامعه ما در گذشته و حال شده، به اصطلاح جنگ مکتب و مدرسه، در حالی که این تو تصور میشه که گویا این دو علم با هم در تقابلن که با هم دیگه در اختلاف قرار دارن. هیچ وقتی رقم نیست. در اصل مکتب و مدرسه باید هر دوش یکی باشه. مکتب مدرسه باشه، مدرسه چی باشه؟ مکتب باشه. چرا؟ به خاطر ازی که جامعه به هر دو اینها نیاز داره. باز در بعضی بخشا اگر تخصصی تر میشه از هم جدا شه و مشکل نداره. متوجه شدین؟ به همین خاطر هست مثلا ما شما در پانتون حال فعلا مضمون ثقافت اسلامی را به غیر از شریعت دیگه پانزه ها میخوانن. چرا؟ به دلیل از اینکه در ثقافت اسلامی بیشتر ضروریات اندیشه و تفکر اسلامی تدریس میشه که هر مسلمان لازما او را باید بفهمه. دقت کردین؟ ولو یک نفر تخصص شرعی نداره اما از عقیده اسلامی باید آگاهی داشته باشه. در جهان بینی اسلامی همی خوانده میشه.
اسم سر اول. ولو یک نفر متخصص علوم شرعی نیست اما احکام عبادی خود به عنوان یک مسلمان باید بفهمه، این سرش فرض است. اسم سر دوم ما میره میخونیم. ولو یک نفر متخصص علوم شرعی نیست اما به عنوان یک مسلمان از احکام اخلاقی اسلام باید آگاهی داشته باشه و او را در زندگی خود عملی بکنه. امیر اسم سر سوم میخوانیم. ولو یک مسلمان اگر متخصص علوم شرعی نیست قواعد و ضوابط و اصول و معیارهایی را که جامعه اسلامی را تشکیل میده به تعبیر نظام اجتماعی اسلام، اونا را باید عمومیات و کلیاتش باید بفهمه و از او آگاهی داشته باشه. دقت کنید اول رقم اسم سر پنجم نظام سیاسی را که ما شما فعلا میخوانیم، اسم سر ششم نظام اقتصادی اسلام هست. یعنی یک مسلمان ولو متخصص علوم شرعی نیست، آیا این معاملات در جامعه نداره؟ معاملات اقتصادی خب قطعا داره. آیا بالای از این لازم نیست که احکام معاملات اسلامی را بفهمه که کدام معامله حلال است کدام معامله حرام است؟ قطعا لازم است سرش. با وجود از اینکه مثلا در کامپیوتر ساینس میخوانه یا نمیفهم طب میخوانه یا انجینری میخوانه یا اقتصاد میخوانه یک چیز دیگه میخوانه. اما این تقابل از کجا ایجاد شده؟ این تقابل از جایی ایجاد شده که در گذشته ها شما میدونید در افغانستان خصوصا دوران کمونیست‌ها یک نظام کمونیستی حاکم بود و اونها به عنوان مدافعین علم و دانش تنها او علومی را میگفتن، به اصطلاح علوم تجربی را بیان میکردن که در تقابل با دین بود. مثلا می آمدن فلسفه را بر مردم تعلیم میدادن، فلسفه کمونیسم را به او را حق میدانستند. بله اسلام چنین چیزی را اجازه نمیده که در جامعه اسلامی یک فلسفه کفری را یک نفر بیا چی بکنه به عنوان یک عقیده حق و درست تعلیم بده. اسلامی را اجازه نمیده. اما اگر یک نفر متخصص فلسفه میشه و او میرفت اندیشه کمونیسم را میخوانه و او را به عنوان یک مکتب غلط و باطل بر اساس دلایل معتبر عقلانی نقد میکنه، بله هیچ مشکل نداره. تفاوت دقت کردین؟ هی فرق است بین از این دو گپ. این که مثلا یک نظامی بیاید یک فلسفه کفری را بیاید در نهادهای تعلیمی برای مردم به عنوان یک عقیده صحیح و درست تعلیم بده، مثلا که در دوران کمونیست‌ها در افغانستان هم بود، قطعاً باطل است و هرگز اسلامی را اجازه نمیده و هرگز حکومت نمیتونه حکومت و نظام اسلامی بوده باشه که برای مردم چی درس بده؟ یک عقیده کفری صریح را بیاد درس بده. اسلام قطعاً را اجازه نمیده. دقت کردین؟ اما این که در دوران مولا صاحبا بازی رقم گپ شده بود که مثلا ما مکتب میرفتیم در مکتب دیگه خوب طبعا یک نفر فضای مکتب تا مدرسه فرق داره، نه کتابای کلان آورده بودن اینی میره بعد مثلا دوی مکتب شو میره بعد بخورین دایر باید نمیفهمین کی چیز این هم درست نیست. دقت کردین؟ یعنی همیشه یک مشکل کلان جامعه ما همیست که یا افراد کردیم یا چی کردیم یا تفرید کردیم. یا خوب یادم ما وقتی مکتب رفتیم سر ما الزامی بود لنگی، اگر لنگی نمیداشتیم در سر فایل مکتب چنان قفوی میبرداش ما را. این چرا تو باید باشیم؟ چرا این رقم باشیم؟ نه یک دفعه میریم به اصطلاح از اون طرف دیوال خودم بنازیم، یک دفعه از طرف دیوال خودم بنازیم. یک گروه ما میگه که یک نفر که امی که گفت لا اله الا الله کردن از این لیلی این روبری شما که درس میخونیم از این اینجا در دوران کمونیستا صدها جوان مسلمان که اگر در جای پت نماز خوانده بوده و کسگیریش کرده بوده از این لیلی بردش و تا هنوز زنده و مردش گم شده. این افراط ببینین و او افراط ببینین که یک بشر یک خورتنه که اون رو من ملزم بکنم که در اینجا بیلنگی نامدی باز قفایی رو ببین. خب این هم غلط است دیگه. متوجه شدین؟ ما را اینمی گپ به اصطلاح خراب کنه یا اون رقم هستیم یا این رقم هستیم. اما اگر ما اسلام با یک فهم معتدل و صحیحش ببینیم و تعامل ما با هر چیز یک تعامل عقلانی صحیح باشه. اسلام فلسفه های کفری را رد میکنه، خوب اگر اون را قبول کرد دیگه اسلامی باقی نمیمونه. متوجه شدین؟ اما آیا اگر یک نفر در یک جای رفت مثلا فلسفه را خوان به عنوان یک تخصص او حتما کافر است دیگه؟ حتما نه خیر، تو کافر نمیشه. دقت کردید من خودم گاهی وقتا باور بکنید در 15 علوم اجتماعی درس داشتیم رشته فلسفه، مسلمانایی بودن که از من خیلی مسلمان تر بودن. دقت کردید؟ اما بله بعضی از جوانای نافهم ما وقتی او مفاهیم میخوانن و خودشان توانایی حل او مفاهیم ندارن در ذهنشان یک کمکش اطلاع شبهات چی میشه؟ ایجاد میشه. به همین خاطر او پوهنزی هایی که دیدگاه های دانشمندان غیر مسلمان بیشتر تدریس میشه و خود محصلین نمیتونن او شبهاتی که در ذهنشان در نتیجه این دیدگاه ها ایجاد شده را حل بکنن، حداقل یک کمک چی میشن؟ متزلزل میشن، یک کمک میلنگن. البته اینا نیاز دارن که خودشان هم تلاش بکنن پاسخ شبهات پیدا بکنن. یک دوم علما و استادا و دعوتگرای عزیز ما مکلفیت دارن که بتانن اینمی شبهات به صورت علمی و معثر چی بکنن؟
حل بکنن و پاسخ داده بتن. گپ جالب هم است. من خودم یک روز خوب یادم میاد یک صنف استاد کمی صحتش خوب نبود، مرا گفت این صنف تو پیش ببر، من حوصله ندارم. رفتم که اونجا متوجه شدم که صنف کمی مناقشه زیاد میکنن. من گفتم خیلی خوب است مناقشه کنیم. باور بکنین یعنی با وجود از اینکه اگر ما از اول قضاوت نکنیم که نه اینا دیگه خلاص شده از دست رفتن، بسیار قضاوت غلطی بود. فرصت برشان دادم، گپای خود گفتن و جوابشان رو برشان دادم. قسم به الله متعال اما قدر خوشحال شده بودن مثل از این که اینا یک چیزی را که در سالهای سال گم کرده بودن آل یافتن. یعنی منظور من است که در بین اینمی مردم هم بسیار انسان‌های منصفی هستند که اگر ما بتانیم شبهات ذهنیشان دقیق حل بکنیم اسلام میپذیرن. من خودم یک بار نبوده، بارها همین تجربه را عملا دیدیم در همین پانتون کابل. ما خودم میرد بارها تجربه کردیم که یک عده کسانی را مردم آمده گفتن نه فلانی صرف یک چند تا کافر است که به خدایش هیچ گپ گوش نمیکنن. چرا این رقم بوده؟ غالبا یک عده، البته این دگیر ساده من ندارم، یک عده استادای ما یا خودشان توانایی هضم مطلب نداشتن یا اگه خودشان خود فهمانده تانسته بودن دیگران را فهمانده نمیدونستن. یک نفر سوال میکنه با جای از اینکه پاسخش بده یک پا نزن یک پا کفر است. خب کفر است یا ایمان؟ تو جوابش بده دیگه. به همین خاطر پرسیده میشه نه؟ همین که حال مقام میکنه نه این رقم گپا رو نزنین، با اون گپا رو باید بپرسن و تو جوابش باید بدی و خوبم باید جواب بدی و به روش نیکو هم باید جواب بدی و احترامش هم باید حفظ بکنی و با او تقابل به اسلام مغرضانه نکنی. یگان تا که باز بیخی زورشون چی میگه تو والا اگه امتحانات پیشم ترجیحی فهمیدن. این یک عده استادایی که خصوصا این رقم استفاده میکنن از این عنوان استادی واقعا ظلم میکنن در حق خود، در حق استاد، در حق علم و در حق محصل. این ظلم میکنن و متاسفانه ما داریم از این نمونه از استادا. امیدوارم من را دگیر ندین. خب اینطور هست. البته اینجا یک خالیگاه کلان دیگه هم ما داریم و به این خالیگاه هم باید بزرگا و علما و استادا اعتراف بکنن. مثلا در باب مسائل اقتصادی، خب مسائل اقتصادی یک تخصص بسیار کلان است. مثلا ما در پانتون کابل هم چندین دیپارتمنت داریم. خب یک محصل بیچاره مکلفیت داره در یک باب برای مثلا تحقیق بکنه. خب به خاطر تحقیق در اون مورد دیدگاه شرقی هم از دیدگاه غربی هم از دیدگاه نفهم هر کسی است. اما یک دانشمند مسلمان متخصصی که هم دین فهمیده باشه و هم نظام اقتصادی را فهمیده باشه و عموم موضوع مشخص را به یک روش علمی دقیق و همه جانبه ارزیابی کرده باشه نداره. این مسئله بیچاره چطور کنه؟ اینجا مکلفیت به عهده چی کسانی است؟ به عهده علما و استاداست که این خالیگاه ها را پر باید بکنن. یا مثلا یک محصل حقوق در یک موضوع حقوقی میره بحث میکنه، اگر از می اولم شروع میکنه دانشمند شرقی و غربی نامش میاد، از آخرم شروع میکنه دانشمند شرقی و غربی میگه اینا فلانی کار غربی ها کردن فلانی و در او باب در حالی که دانشمندان اسلامی و نظام اسلامی و تمدن اسلامی بسیار چیزهای زیاد داره اما در دسترس عجیب شده قرار نداره. اغلبا به زبان چیز؟ به زبان عربی است. و این بیچاره هم خواب معمولا که اگه که بدی اولین کاری میکنن میبرن در گوگل این کلمه رو نوشته میکنن و به زبان فارسی هر آنچه که بیایم از منابع چی میاد؟ از منابع و اونا خود دیدین اگر روایت هم میاره غلط تعبیرش میکنن، اگر حدیث هم میاره احادیث غیر معتبر است. ولی این مسئله بیچاره چی کنه دیگه؟ خی ما امو خالیگاه های ذهنیش حل نکردیم باز می ملامتش میکنیم میگه پارازن تو کافر میشی. خی بیچاره چطور کنه؟ حالا دقت کردین اینجا ما چی داریم؟ اینی خلاها را هم باید پت بکنیم تا اینکه یک محصل ما به هر موضوع و معضله جدیدی که مواجه میشه بتانه او را با یک منطق بلند قرآنی و نبوی و عقلانی پاسخ بده تا دلش به او پاسخ آرام بگیره. اصل گپ ما در باب اعظمی است که توجه و ارج گذاشتن به علم. نظام اسلامی و حکومت اسلامی به همه علوم توجه داره. اول به علوم دینی توجه جدی داره. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه است که عقاید مردم و باورهای مردم را و عبادات مردم را و اخلاقیات مردم را به صورت کامل حل میکنه. با او علوم عقلانی که در تقابل با شریعت الهی نباشه و زندگی انسانها با او نیاز داشته باشه، با او هم چی میکنه؟ توجه میکنه. و حتی او علوم عقلانی که در تقابل با شریعت هم باشه به عنوان یک تخصص علمی او را میخوانه و پاسخش برش میده. متوجه مثلا من به عنوان یک مسلمان نظام اسلامی را برگزار میکنم، در نظام اسلامی پانتون دارم. یک بخشی از رشته های پانتون چیست؟ متعلق به مفاهیم فلسفی است و مفاهیم فلسفی مطرح در دنیا را مسلمان های متخصص اونجا باید بخوانن و پاسخ های علمی باید بر از اون دیدگاه ها باید چی داشته باشن. متوجه شدین؟ حالا نمیشه یک نفر بیا پیش از پیش مرا بگه تو کافر شدی. چرا کافر شدی؟ تو ببین نظام اسلامی خدا میگه در پانتون تو چی داری؟ دیپارتمنت فلسفه داری، اونجا که پای کفری خوانده میشه. متوجه شدین؟ این رقم درست
نیست. نظام اسلامی به عنوان یک نظام همه‌جانبه و کامل و مفاهیم فکری مطرح در دنیا را از لحاظ علمی در روشنایی شریعت الهی چی میکنه؟ تحلیل و ارزیابی میکنه. و تحلیل و ارزیابی زمانی میشه که ما از یک گپ آگاهی داشته باشیم. نه مثلا که ما شما سکولاریسم خواندیم، نه تو برو سکولاریسم بفهم، بیا بر ما از دیدگاه اسلامی به اصطلاح جواب سکولاریسم بده. خب این کارا باید بکنیم نکنیم؟ می گپ مطرح هست، نه؟ یا امور رقم دیگه نظام های دیگه که در دنیا وجود دارن. پس نظام اسلامی حتی علما میگن که او علومی که در جامعه نیاز است، آموختن از اینها فرض. مثلا ما شما آیا با دکتر در جامعه نیازمند هستیم یا نیست؟ داشتن دکتر در جامعه سر مسلمان ها چیست؟ فرض است. ما به انجینیر نیازمند هستیم یا نیست؟ و به دیگه به رشته های مختلف علمی. اینا را دولت اسلامی سرش فرض است که باید انجام بده. البته این فرض عین نیست، بلکه فرض چیست؟ فرض کفایی است. خب معیار دیگه معیار تقوا و تخصص، معیار برتری است. مفهوم این گپ چیست؟ این دو بخش میتونه داشته باشه. یکی تعامل با انسان ها در جامعه اسلامی بر اساس قومیت و زبان و نژاد و منطقه نیست. اسلام همه تفاوت های موجود در میان انسان ها در زبان و قوم و نژاد و منطقه را، اینا را نشانه از نشانه های عظمت الله میدانه. نشانه از نشانه های چی؟ عظمت الله. اینها دلیل برتری نیست. پس هر نوع تعصب نژادی، قومی، زبانی، منطقه‌ای از دید اسلام جاهلیت و گمراهی است. یکی یک نفر بگه که ما پشتون هستیم که اتو کردیم، که دیگه بگه ما تاجیک هستیم، بیخی از شما که خیلی بالا هستیم، هزارا به نگپ دیگه بگن، ازبک‌ها گپ دیگه بگن، ایماق به اینا کاملا مردود و باطل است. اما حفظ تفاوت‌های موجود در میان انسان‌ها خودش یک امر شرعی است. مثلا من قومیت خود حفظ بکنم و از لحاظ قومیت شناخته شوم به قومیت اصلی خود، به هویت اصلی خود، این یک حق مشروع من است. و اگر کسی این حق از من میگیره کار حرام میکنه. و اگر من این هویت خود دلیل برتری سر دیگران قرار میتیم، این هم کار چیست؟ کار حرام است. در جامعه ما شما یک او کار میکنن، یک چی میکنن؟ این کار میکنن. هر دویش غلط است. دقت کردین این تفاوت بفهمین. مثلا یک نفر میاد قومیت خود میگه، این حقش است. الله متعالی را بر رسمیت شناختنی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم، این الله میگه ما این کار کردیم، شعوبا و قبائل لتعارف. و هر کسی به قومیتش، پیامبر صلی الله علیه و میگه اگر کسی خود به غیر پدر خود نسبت میده فقط کفره. پیامبر تهدید جدی میکنه، مرتکب چی شده؟ مرتکب کفر شده. پس همه زبان ها و اقوام و زیبایی اسلام دعمی است. زیبایی اسلام در چیست؟ دعمی است که انسان های با تفاوت های زبانی و قومی و نژادی و با در کنار هم در محور یک کلمه جمع میشن. و شما این زیبایی را هنگامی که در مراسم حج یا عمره برین در اونجا خیلی خوب درک میکنین و آدم زیبایی اسلام را چقدر خوب در اونجا میبینه. دقت کردین؟ پس این یک نکته. یعنی نمیشه یک نفر به خاطر تفاوت زبانی و قومی و نژادی ادعای برتریت بکنه و تعصب قومی و زبانی و نژادی را به وجود. یک نکته دیگه سپردن مسئولیت ها بر افراد است. در سپردن مسئولیت ها بر افراد تقوا و تخصص هر دو مد نظر گرفته میشه. اینی گپم خوب دقت بکنین. مثلا ما نظام اسلامی داریم، میخوایم که مثلا وزیر برق تعیین بکنیم. آل ما بگیم که خب کدام نفر را تعیین میکنیم؟ فلانی مناسب که در فلانی مسجد در فلان جای درس خوانده، خیلی آدم متقی است، همین خیلی خوب است به وزارت برق. این گپ مسئله است؟ نه. تقوا داره خیر ببینه، تقواش برای خودش باشه، اما ما در کنار تقوا اینجا یک چیز دیگه هم ضرور داریم. اون چیز تخصص است. میشه که مثلا یک نفر در یک شفاخانه رفته بیچاره مریض از نزدیک عملیات است، ما پرسون میگیم که ما چون بزنیم که خود کدام مولای خود متقی رو پیدا بکنیم که بریم عملیات کنه. این درست است؟ نه. در اینجا به چی نیاز میشه؟ به یک دکتر متخصص نیاز میشه. دقت کردین؟ پس اینا مفاهیم بسیار باریک که خیلی از پیشان در هم بر هم شده. معیار برتری در اسلام تقوا هست، اما معیار سپردن مسئولیت بر یک فرد در کنار تقوا تخصص هم هست. فهمیدین ان شاء الله؟ این تنها کافی نیست که دیگه یک نفر خیلی آدم خوب باشه، این که آدم خوب بده که کل سوار از اون میتیم. نه نمیشه، اون نمیفهمه چی کنم. میشه خیلی به اصطلاح خوب با تقوا رو پیدا بکنه و برش بریم نقشه می مسجد خوب بده میتونه. این تقواش برای خودش الله برش مبارک بکنه، اما ما اینجا به چی نیاز داریم؟ به تخصص نیاز داریم. و به امی خاطر
این گپ هم خوب بگین، شاید یگان تو برش گپ یک رقمک پیدا شود. او مفاهیمی که در جامعه اسلامی، او امور و وظایفی که در جامعه اسلامی ما یک آدم مسلمان خوب پیدا نکنیم برای پیش بردن از او، یک کافر که تقوا مقوا بیخی نداره خود تخصص داره، از تخصص از او چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. متوجه شدیم؟ مثلا چی؟ در جامعه اسلامی رهبری عمومی جامعه را به غیر از مسلمان کسی دیگه کرده نمیتونه، اما در یک بخش خاصه که ما از مسلمان ها کسی را پیدا نکنیم که او را پیش ببره، تا زمانی که در اون امور رشته مثلا ما متخصص مسلمان تربیت میکنیم، از یک کافر هم استفاده کرده میتونه. مثلا ما در افغانستان نظام اسلامی جور میکنیم، بنده وقت داریم، متخصصین مشخص داریم که بنده وقت بر ما چی بکنه پیش ببره. ما میریم یک تا کافر از یک جای پیدا میکنیم، بیا بگیم پیسه هم برش میده، میگم این کارو برای ما چی بگو پیش ببری. کار ما خلاف شریعت، موافق با شریعت است. دقت کردین گپا؟ پس حتی نگاه نظام اسلامی امی رقم است و بله این خیلی اولویت داره که ما باید اول چی داشته باشیم؟ کادرهای متخصص مسلمان هم داشته باشیم. اگر داشتیم باز بله نیاز به کافرکا این برو بیاد تو کارت که ما از خود داریم، اما اگر نداشتیم استفاده از دانش غیر مسلمان ها در زمینه های تجربی هیچ مشکلی نداره. فهمیدین ان شاء الله؟ خیر ببینید. خب پس این منظور ما از تقوا و تخصص در اینی بخش است. فهمیدین؟ یکی در باب فضیلت است و یکی در باب سپردن چی؟ سپردن مسئولیت ها. دیگه اخلاص در انجام امور. این گپ بسیار مهم است که انسان باید دقت داشته باشه. اداره جامعه اسلامی در اسلام در مفهوم کلی عبادت دخیل است. در مفهوم چی دخیل است؟ چرا در مفهوم کلی عبادت؟ به خاطر که مفهوم عبادت یکی معنای خاصش است، یکی معنای عام عبادت است. غالبا ما شما وقتی میگیم عبادت مراد ما مثلا در ذهن ما اول میاد نماز و روزه و ذکر و تلاوت، اینا مفاهیم چیست؟ خاص عبادت است. یک نفر میره در جامعه مثلا دکانداری میکنه و هدفش کسب چیز؟ کسب روزی حلال است و احکام شریعه هم رعایت میکنه، اینمی هم عبادت میکنه، اما اینجا معنای چیست؟ معنای عام عبادت مراد است. در اداره جامعه اسلامی تطبیق احکام اسلام در زمینه‌های مختلف ای در مفهوم کلی عبادت دخیل است. چرا؟ چون الله متعال ما را مکلف کرده در بین مردم بر اساس عدالت حکم بکنید. عدالت یک گپ بسیار عام است، نه؟ یک گپ عام است. مثلا تو یک نفر مثلا بر تو 2 روپیه داده میگیره بر نیازمندا تقسیم بکنی، می 2 روپیه یک روپیه به یک فقیر بده، یک روپیه به یک فقیر دیگه، همین چیز همین عدالت است. از این گپ گرفته تا گپ بسیار کلی که متعلق به کل جامعه میشه. اینا مکلفیت های شرعی است و الله متعال یک عبادت ولو عبادت به مفهوم خاص باشه ولو به مفهوم عام باشه زمانی قبول میکنم که به اساس چی باشه؟ نیت خالصانه انجام شده باشه. پس زمامداران مسلمان و مسئولین نظام اسلامی در هر بخشی از بخش‌ها که باشه، اگر یک اسکرک خورترک باشه یا یک مامورک باشه تا اینکه رهبر عمومی جامعه اسلامی باشه، همه ایشان مکلف هستند در ادای وظایف سپرده شده خود باید اخلاص داشته باشند. اخلاص که داشت چی میکنه؟ کار را به بهترین وجه ممکن انجام میده. دقت کردین گپ مرا؟ کار را چرا؟ به خاطری که هدفش از انجام اینمی کار چیست؟ رسیدن به رضایت الله متعال است و هر انسانی میفهمه که در یک کاری که من خیانت کردم بعد دیگه رضایت الله برای من حاصل نمیشه. مثال برای شما میتونم، مثلا من مامور باشم در دولت اسلامی، در یک جای مامورک باشم که مثلا به اصطلاح چی کنم، من صادره و وارده بکنم. من وقتی اینمی کار یک مسئولیت شرعی خود بدانم، هیچ وقتی مثل مامورین امروزی واره که از این پیشین که میشد میگه برو وقت رسمیات خلاص است دیگه. مثلا رسمیات دولت تا 4 بجه گفته، من تا ساعت 3:59 هم تا آخرین لحظه ای که اونجا مسئولیت دارم مسئولیت خود ادا میکنم. اگر ادا نکردم چی محسوب میشم؟ خائن. میفهمین گپا؟ انسان مخلص میدانه که مثلا من مسئولیت من تا ساعت چند بجه؟ از اینی بجه تا اینی بجه است. دقت کردین ان شاء الله؟ اینی موارد بسیار مهم است که مد نظر داشت. اما اگر مخلص نبود چی؟
اگه مامور باشه یا وزیر باشه، امیر که برش سپرده میشه مسئولیت، اول از این میگه خوب آل ما چه رقم از این پیسه بدزدی کنم، نه همین وضعیت امروزی همین رقم است. اگه وزیر میشه پیش از پیش، خب اول خب بعد چقدر پیسه بده برای دزدای دیگه که دادم راز، نه دزدای سر گردن پارلمان که از اون تیر شه، به این دزدای سر گردن بعد پیسه بده که تیر شه، و که تیر شد باز خودش میگه خب آل مثلا من $1,00,000 خو مصرف کردم، آل چه رقمی $3,00,000 بعد از بیارم. اولین چیزی که ذهنش میگرده چیز همین. از این دیگه توقع خیر خوبی حماقت است. متوجه شدین؟ دیگه جای از اینا باز در اسلام نه. اما اون نفری که رهبری جامعه را ادای یک مکلفیت را یک عبادت بدانه و یک مسئولیت بدانه، او تلاش میکنه که خدا بکشه از اینجا. مثلا ما تشکیلات دولت اسلامی رو جور بکنیم، شما اینجا باشیم. متوجه شدین؟ مثلا به بخش وزارت دفاع هر کس اینجا این حس اسلامی، هر کسی که خدا کشید که بیاد ما جنجال خدا بکشیم که بسیار مسئولیت سنگین است، اونو نفر اسلام صحیح فهمیده. متوجه شدین؟ متوجه گپم شدین؟ چی میفهمم؟ اگر در اینجا مثلا تشکیلات دولت اسلامی جور شود و یک نفر را به عنوان وزیر تعیین میکردیم، هر کس که زیاد فرار کرد از این برای از اون نفر سپرده میشه در اسلام. میفهمین؟ اون نفری که خوب فرار کرد، اون نفری که گفت ما هستم، اول برای سپرده نمیشه. اون نفری که نگفت ما هستم خیلی خمیس ایدوش که باشی چه وقت مرا صدا میکنه، برای از هم سپرده نمیشه. چرا؟ والله لا نولی هذا الامر احدا سأله او حرص علیه. قسم بالله ما مسئولیت رو بر کسی نمیتیم که او را خودش طلب میکنه، خودش خود کاندید میکنه، یا بر رسیدن به او حریص است. چرا؟ به خاطری که این نمی جایگاه را یک فضیلت میدانه، بخاطر نه یک مسئولیت. نه که خود حساب میکنه که بچهش وزیر کشیدی این رقم شد، این قدر نفهم کرد، اصلا ماشای رسمی که حساب نمیکنه. ساعت تیر است که پیسا رو ببین، کشفش ببین، موترا رو ببین، لپ و جبه ببین، نفهم این رقم فکر میکنن. به همین خاطر چی میکنن؟ در رسیدن به او جایگاه کله یک دیگه خودم میده میکنن. نمیکنن. پس اینی گپی است که بسیاری ها فراموش کردن. اون در نظام اسلامی از یک ماموریت خردترک گرفته تا رهبری عمومی جامعه، اینا مسئولیت است. هر قدر جایگاه تو بالاتر باشه، مسئولیت تو چیست؟ سنگین تر است. و او مسلمانی که اینمی وظیفه را یک مسئولیت شرعی خود بدانه، کوشش میکنه از این چی کنه؟ خدا بکشه، نه ای که به خاطر رسیدن به او چی بکنه؟ تلاش بکنه. گاهی وقتا یک آدم یعنی سوال مطرح میکنن که چرا در اسلام نفهم زن نمیتونه رهبری عمومی جامعه را داشته باشه؟ اینجا حق زنا ضایع شده. اما تو میگن یا نمیگن؟ اسلام رهبری را حق نمیدانه، مسئولیت میدانه. پس باید اتو گفته شود که یکی از حقوق اضافی که اسلام بر زنها داده است که زنها را از ادای مسئولیت های سنگین اجتماعی معاف کرده. قضیه ای رقم است. نه اونا چی میکنن؟ سرچپه میکنن. اسلام بسیار ظلم کرده. چرا ظلم کرده؟ اسلام اجازه نمیده که یک زن رهبری جامعه را بکنه، حقش پایمال شده. آیا اسلام مسئولیت رهبری جامعه را حق میدانه یا مسئولیت؟ چی میکنن؟ یک چیز در ذهن خودشان است، او را اول سر اسلام میچسبانن، باز بر اساس سر اسلام قضاوت میکنن. اسلام ایره حق نمیدانه. متوجه شدین؟ بعد اتو گفته شود که یکی از حقوق بسیار بزرگی که اسلام بر زنها داده، این حق اسلام بر، چون وقتی تو از یک نفر یک مکلفیت میگیری، یک حق اضافی برش دادی. یکی از حقوق بسیار بزرگی که اسلام بر زنها داده است که اونها را از مسئولیت های سنگین اجتماعی معاف کرده، مثل رهبری جامعه، مثل جهاد در راه الله. جهاد هم یک چیز، یک مکلفیت سخت است. خیلی از مردم ازش میترسن. نه زنها خب بخی باید بترسن. خب اسلام اگه بازم اینا رو میگفت نه میترسی نمیترسی، ما مگر برو در جنگ برو، این ظلم بود یا نبود؟ اسلام از این معاف کرده. آیا این درست است که من بگم اسلام یک ظلم بسیار کلانی در حق زنها کرده، حق بیچاره را ضایع کرده؟ چی گفته؟ زنها باید جنگ نرن، در جنگ نظامی اشتراک نکنن. این گپ ما درست است؟ رهبری جامعه به مراتب سنگین تر از چیست؟ اشتراک در جنگ نظامی در مقابل دشمن است. اسلام از او زنها را معاف کرده، از این هم خیلی معاف کرده. زنها باید خوشحال هم باشد، همونطور از دیگه. اما او زن که وقتی میبینه که مثلا فلانی جانک در اونجا رفته وکیل پارلمان شده، لبکای خود سرخو زرد میکنه، چادر خود نیمی کله خود میمانه، کتل لباس عجیب غریب خود میاره، نفرای بادیگاردای مرد نامرد که پشت از روان که به خدا سعی کنم ما ماندم. نه این تمثیلی که فعلا در جامعه ما از قدرت شده، اسلام بایی از ریشه مخالف است.
متوجه شدین؟ اما چون در ذهن مردم هم رقم گپ اومدنه راستیست باید بیا ادعا بکنه که خب میگه او از فلانی خانم چی کم داره، ما نامش نمیگیم، شما خوب میفهمین نه امو چاقکا و لاغرکا. این از زرمه دیگه اصلا که به خدا کشف از چه خدیو راست وکیل پارلمان هم از شور بخیر میمان یارم دعوتش میکنه و میمان نفهم غیر یار و تلویزیون هم تو چپ راست میاد دقیقشی هم نیست دقیقه دیگه هم نیست. دقت کردین؟ خب که خود میگه به خدا مرد دیگه زایی که مهانیم به خدا اسلام ظلم کرده حق من. اما اگر بفهمه که اسلام چی میگه و به اسلام معتقد باشه، فهمیدین؟ دو گپ هست، یکی اسلام بفهمه، یکی به اسلام معتقد باشه. خیلی هایی که معتقد به اسلام هستن اسلام نمیفهمن، یا خیلی ها اگر اسلام میفهمن یا نمیفهمن به اسلام معتقد نیستن. طرف گپ ما اون مردم نیست که به اسلام معتقد نیست، و گرچه بگی کار خودم میکنه، طرف گپ ما اونایی است که به اسلام معتقدن، باید اسلام بفهمن. فهمیدین گپ مرا؟ خب پس هرگاه یک انسان مخلص باشه و مسئولیت های خود را یک مکلفیت شرعی بدانه، او میگه بیادر اگه میشه ماموریت هم از من از این تیر یک چبروسی کردی رو مبته که مزور ما بالاتر از این نمیرسه. اما آل متاسفانه چون نگاه ما به قدرت چیز دیگیست، نگاه ما به قدرت نگاهی نیست که اسلام داره، طبعا به خاطر رسیدن به مقام‌های بالاتر چی میکنیم؟ کله یک دیگه خودم ایده میکنیم و احساس مسئولیت هم ضمن از این گپ ان شاء الله توضیح داده شد که یکی از ارکان فکری نظام سیاسی اسلام هست. و نکته دیگه عدالت و مساوات. عدالت و چی؟ عدالت و مساوات. البته تفاوت بین از این دو را مد نظر داشته باشین. گاهی وقتا یک مردم فکر میکنن لازمه عدالت است که حتما مساوات باشه. نه خیر، گاهی وقتا مساوات عدالت است و گاهی وقتا مساوات عدالت نیست. چی رقم؟ مثلا من به دو نفر یک مسئولیت را میتونم، هر دویشان مسئولیتشان یک اندازه هست، کارشان یک اندازه هست، باید بر هر دوی از اینها من مزد چی بتونم؟ یک اندازه بتونم. اگر ای هم 3 ساعت کار میکنه و گاکای پالیش هم 3 ساعت کار بکنه، من برای 2 ساعت بتونم، برای 3 ساعت بتونم. خب اینجا مساوات هم نقد کردیم، عدالت هم نقد کردیم. چرا؟ چون مکلفیت ها مساوی بود، بعد حقوق هم چی باشه؟ مساوی باشه. اما اگر این کاکا 1 ساعت کار میکنه، پولوفلی 3 ساعت کار میکنه، من برای کاکای اولی به اندازه 1 ساعت باید ماش بتونم، برای کاکای دومی به اندازه چی؟ 3 ساعت. اگر یک نفر بگه نه تو خراب کردی دیگه، چرا برای خودت؟ خب میگم برادر عزیز درست است که مساوات نیست، اما عدالت است. چرا عدالت است؟ چون برای هر کسی به اندازه مسئولیتش چی دادیم؟ امتیاز دادیم. اسلام تا جایی که مساوات با عدالت یکی باشه مساوات داره. در جایی که مساوات عدالت نباشه چی را ترجیح میده؟ عدالت ترجیح میده. اگر یک نفر بگه در هر جای باید مساوات باشه، خودی از این خلاف عدالت است. متوجه شدین؟ اگر یک نفر بگه که نه در هر جای باید چی باشه؟ این خودش اصلا عدالت به صورت کامل چی کرده؟ کامل نقض کرده. بلکه اسلام یک دین عدالت محور است و بله تا جایی که مساوات متضمن عدالت است مساوات میکنه، جایی که مساوات عدالت نقض میکنه باز اسلام چی میکنه؟ عدالت. خب دایره عدالت چقدر هست؟ خورترک است کلان. دایره عدالت در اسلام هیچ حد و حدود نداره. در مورد کل مسلمان عدالت بکنی بله، خورد کلان پیشوان ظالم است بله، در مورد ظالم هم باید عدالت شود. بفهمین؟ در مورد ظالم عدالت شود یعنی چی؟ یعنی به اون اندازه‌ای که مرتکب ظلم شده باید مجازات ببینه. اگر یک کلمه اضافه مجازات شد این ظلم است. دلیلش چیست؟ شما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دادین شنیدین نه؟ یک کسی به جرم زنا رجم میشه و در زیر رجم کشته میشه، اینمه قدر کس حق داره بکنه. یک صحابی یک کلمه زشت برش میگه، این کس حق نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار قار میشه. یک نفر به تعجب میگه اون نفر کشی چیزی گپ نبود، حالا که ما گفتیم این گپ کار بده کرده بنا میت میگی این می عدالت است. متوجه شدین گپ ها؟ باریکی گپ متوجه شدین؟ اون نفر کشته میشه، یک نفر میگه سه که عجب آدم اون رو میکشه دقیقش نیست که ما آدم گفتم میگم آدم بعد از تو اومدی ممانعت میگیری. بله ممانعتت میکنم، چون اونمو قدر حق داری برش گپ بزنی. یک کلمه اضافه هم تو حق نداری برش گپ بزنی و اگر یک کلمه اضافه میگی ظلم میکنی. متوجه شدین گپ؟ عدالتی نیست. خب در بین مسلمان ها بسیار بدم عدالت باید شود. بله مسلمان خیلی بدم اگر بود کسی در مقابل از او ظلم کرده نمیتونه. خب دیگه چی؟ کافر؟ بله کافر. کدام کافر؟ یک نفر میگه خب برو کافرها یک جنگ نمیکنن، کافرهای غیر حربی. بله در مورد کافرهای غیر حربی عدالت باید بکنیم.
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دشمنی یک قوم باعث نشه که شما در مورد از اونها عدالت نکنین. اعدلوا هو اقرب للتقوى. یا در آیت دیگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله شما را نهی نمیکنه از اینکه در امور او کسی که در امر دین با شما جنگ نکرده و شما را از دینتون اخراج نکرده با او چی بکنین؟ احسان و عدالت بکنین. ان الله یحب المقسطین. الله عدالت کننده دوست داره. خب اگه کافر حربی شد چی؟ در مقابل کافر حربی در میدان قتال هم عدالت کس نقض کرده نمیتونه. پس عدالت در اسلام هیچ نوع محدودیت در مقابل کافر چی رقم عدالت کنیم؟ در میدان جنگ سعی کنین. قرآن کریم میگه وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. بجنگین در راه الله در مقابل او کسانی که با شما میجنگن اما از حد نگذرین. مفسرین در این باب چند تفسیر میکنن. یک، شما آغازگر جنگ نباشین. دوم، از حد نگذرین. یک تفسیر دیگه همیست مثلا اون را مثلا نکنین. متوجه شدین؟ گپ مهمتر دیگه ایست که اراده نفس خودتان در جنگ در مقابل کافر در میدان جنگ دخیل نشه. متوجه شدین یعنی چی؟ یعنی اگر مسلمانی مجبورم شده در مقابل یک دشمن حربی بجنگه و او را در مقابل شمشیر بکشه هم هدفی مسلمان در امونجا هم خیرخواهی به کافر است. او خیرخواهی چیست؟ ایست که تو میخوای امو هدایت شود. پس هر سبب از اسباب هدایت که در میدان جنگ هم ایجاد شد تو باید اون امور دنبال بکنی. در میدان جنگ بله در میدان جنگ، در وسط معرکه بله در وسط معرکه. به دلیل چی؟ شما غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندین نه؟ غزوه خندق خواندین، غزوه خیبر خواندین. غزوه خیبر چند روز طول کشید نه؟ هر روز مسلمان ها یک قسمتی از مناطق خیبر مثلا میگرفتن و اونا قلعه های بسیار مستحکم داشتن. هر روز که پیامبر دوباره مجاهدین روان میکرد بازم اونا رو چی میگفت؟ بازم اول دعوتشون بکنید. اینطور نبود که در اول جنگ گفت دیگه با تا آخر زدن شما تو کس از زنده نمونن. نه، هر روز دیگه که باز میرفت بازم دعوت میکردن. چی گپ است دیگه؟ خود نفر کشته است. چرا ما مسلمانیم و به خاطر دین الله جنگ میکنیم؟ امی کافره که به نص قرآن شدیدترین دشمنی را با ما داره در میدان جنگ که کوچکترین غفلت باعث میشه ما را بکشه بازم خیرخواهی ما در مورد از اونها فراموش نمیشه. شما میفهمین؟ حالا یک گپ بسیار مهمه میگم. امی کلاهای اندی والای ما خوب باز شوه. مسلمانی که به خاطر دین الله آماده کشتن و کشته شدن است، هدف اصلی از دین را که هدایت انسانها و نجات انسانها از جهنم است در حین معرکه هم فراموشش نمیشه. به همین خاطر بعد از چند روز جنگ هم وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا میکنه ما فردا بیرق را به دست او کسی میتونم که الله پیامبر را دوست داره و الله پیامبر او را دوست داره. عمر رضی الله عنه میگه برای که بیشتر گفتیم میگه هیچ وقت نشده بود قسم به الله که من به خاطر رسیدن به یک جایگاه اشتیاق در من پیدا شده باشه بجز این جای. چرا اینجا عمر میخواست این افتخار رو کسب بکنه؟ نه، میگفت من به خاطر از اینجا اشتیاق پیدا نکردم که پیامبری قماندانی جنگ به من بده، به خاطری که پیامبری صفت بسیار بارزه گفت که من بیرق را برای کی میتم؟ برای او کسی میتم که الله پیامبر را دوست داره و الله پیامبر. این بسیار گپ کرد. عمر میگه فقط دمیج من خواستم که اینجا چی؟ این مسئولیت برای من سپرده شود به خاطر این فضیلت. اما وقتی فردا پیامبر آمد در بین مجاهدین دید که نفری را که میپالن نیست. گفت کجاست؟ علی ابن ابی طالب. برش گفتن یا رسول الله مریض است. گفت صداش بکنی. صدا کردن علی رضی الله عنه چشماش درد میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آب دهن مبارک داد چشمای علی رضی الله عنه گذاشت و الله برش شفا داد. بعد بیرق را برش داد. برش چی گفت؟ گفت ای علی در میدان جنگ هم هست وقتی میری بازم اونا را به چی دعوت بکن؟ به اسلام دعوت بکن. قسم به الله است اگر یک نفرشان هم دعوت اسلامی را همینجا قبول بکنه همین یهودی هایی که در مقابل پیامبر الله می جنگن اگر قبول بکنه برای تو از شتران سرخ موی چیز به مراتب ارزشمندتر است. این حدیث پیامبر در چه گفته؟ در وسط معرکه. در مقابل کی؟ در مقابل یهودی که با کی می جنگه؟ با رسول معظمی که از جانب الله مستقیم برش وحی میشه.
توجه شدین؟ و به همین خاطر این روایت مشهور است، گرچه من از لحاظ سند زیاد نمیفهم اما مفهوم بسیار زیبایی داره. علی رضی الله عنه روایت مشهور است که میگه در میدان جنگ در مقابل یکی از قماندانای مشرکین وقتی پیروز میشید آب دهن خود برش میندازه، جا از کشتنش دست خود میکشه. میگه تو چی رقم بودی در میدان جنگ؟ میگه تا قبل از هیچ نیت دیگه به خاطر جنگ ما در مقابل تو وجود نداشت، اما وقتی تو در مقابل من یک عمل نشان دادی، من ترسیدم که هوای نفس ما در کشتن تو دخالت بکنه و حکم الله فراموشم شود یا حداقل کمی خدشه‌دار شود. یعنی نیت ما چی شود؟ مثلا به اصطلاح از 100% یک 2% برای دفاع نفس ما قرار بگیره. نخواستم این جگی گپ شود. حالا هر کسی که در هر جای هر کاری را به نام دین میکنه، این که چند فیصد به خاطر الله، چند فیصد به خاطر نفس خودش، هر کس خودش میفهمه و قضاوت خودش. پس دین الله متعال یک دین عدالت محور است، در هیچ حالتی در مقابل هیچ کسی در هیچ وضعیت عدالت نقض کرده نمیشه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است.